سلام، چطورید؟ من الان دارم فوتی میرم دندون پزشکی. دندونام همش خراب شده و غذا نمیتونم بخورم. اول من دارم اکسینا بگیرم، بعدم دیروز پیش یه دکتر رفتم ویزیت، چند تای دیگه هم برم ببینم که اونا چی میگن. مشکی سفید برای سفیده بیشتر میاد، نه؟ مبینا داداش چطوری؟ همین کیف خوبه؟ اینک همین بریم. یعنی نور آفتاب تا ابد مورد علاقه منه، ولی حیف واقعا تو اتاقم هیچی ازش ندارم، ولی عوضش وقتی میام توی پارکینگ کور میشم با نورش. خب این چه عدالتیه تو این زندگی سگی؟ ببخشید، زندگی علی گلمون. ولی آدمو کور میکنه. ولی همون نیست بسازم. رسیدم دندون پزشکی و من فکر کنم از 9 سالگیم دیگه پامو تو دندون پزشکی نذاشتم. باید یه عکس اوپیجی میگرفتم. صبح مامانم زنگ زده بود، گفتن که هر تایمی بیاید اوکیه. بعد ما ساعت 4 اینا رفتیم، گفتن دکتر ساعت 6 میاد. ما 2 ساعت بیکار بودیم، پاشو میرفتیم کیس این آیپدمو گرفتم. در نهایت هم عکس رو گرفتم و این بود، به دکتر نشون دادم و 2 تا دندون عصب کشی، چند تا هم پر کردنی دارم و دهنم صافه. بعدم ماه زیبا رو ببینید که واقعا به دل میشینه و خیلی خیلی دوست داشتنی بوده. امروز میریم خونم. سلام، چطورید؟ صبحتون بخیر باشه. ما الان داریم خونه مامان بزرگم قرمه سبزی بخوریم و من چون که فردا کلی درس دارم و هیچی هم نخوندم، رو کوله بار کردم داخل این و دارم اینجوری میرم. آره، از این وضعیت متنفرم. چون من از مدرسه اومدم و خیلی مستقیم دارم میرم دندون پزشکی و مثل سگ دارم میترسم. هیچکم هم نمیاد، تنهایی دارم. در نهایت کلا اصلا از یه جای دیگه پزشک پیدا کردم، اونم سوراخ شده بود، اصلا نمیتونستم غذا بخورم، خیلی هم درد میکرد دیگه. اونو اول درست کردم، استرسینم اصلا نداشتم. یا آمپول قد کلم و سیم گذاشت تو دهنم، عکس گرفتم 60 بار، ولی خب در نهایت درست شد و خدا رو شکر دیگه میتونم غذا بخورم. ببین این ولاگ کلا رندوم، خیلی تیکه تیکه از روزهای مختلفه، ولی این یکم کاملتره امروز. یعنی آماده شدم، لباس پوشیدم و پیش به سوی گواهینامه. میخوام اول برام بپرسم که چی میخواد و فکر کنم ولاگ شورتسشو دیده باشید. دوستان شناسنامه‌ام برداشتم چون که میخواستم پاشم برم بانک بلکه حساب باز کنم. بعد گفتم خب کارت دارم، چه کاری حساب باز کنم، ولی بازم رفتم و ان شدم. حالا در ادامه خواهیم دید. سلام، صبحتون بخیر باشه. دارم موزیکار رانندگی که ثبت نام بکنم، ریکاشوما خیر وارد میشه. ببین واقعا از اسنپ گرفتن خسته شدم و راه جاهایی که میخوام برم یه جوریه که نمیتونم خودم پیاده برم، میدونی، وگرنه مثلا با نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت پیاده روم هیچ مشکلی ندارم، ولی همش مجبورم که اسنپ بگیرم. و دیگه آموزش رانندگی که رسیدم، 2 تا آدم بی‌مسئولیت رو گذاشته بودم اینجا، اینجوریم که خانوم بعد هیچکی جواب نمیده. کر بود فکر کنم طرف، ولی در نهایت بهم گفتش که چیا باید بیارم و فعلا ثبت نام نکردم دوستان، چون مدارکم کامل نبود. پزشکم باید برم مثل اینکه. صدای فسر داری؟ دیدم خیلی خوابم میاد. بعد رفتم سراغ قهوه آیس کرامل ماکیاتو. از همینجا از تمام شما معذرت میخوام و همچنین از خودم، چون که چند قلوب بیشتر ازش نخوردم و در نهایت گذاشتمش کنار خیابون، چون واقعا نمیتونستم بخورم. اگه میخوردم سکته میکردم. و زندگی هیجان انگیز من لا 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 اما یه جهان واسه چون بخونم. باید دیگه همونو مستقیم کش کردم، رفتم سمت اولین بانک و نوبتو گرفتم و 3 ساعت توی نوبت بودم. بعد طرف هم گفتش که حسابای ما آنلاین باز میشه و من اینجوری بودم که داداش اسکلید شما یا من اسکلم. و یه بانک دیگه هم رفتم، چند تا سوالات ادراری داشتم، مثلا چوس کلاسی با کلاسی، و اونجا هم دوباره ان شدم. چرا؟ واسه چی؟ خب اومدی بانک، چرا من انقدر هیتر خودمم نیم؟ بعد دیگه از اونجاها مستقیم سر راهم یه لباس مردونه دیدم، از لباساش خوشم اومد، هودی رو خریدم، اومدم بانک بعدی. اونجا که سوالامو پرسیدم
یه پرانتز باز کنم که چقدر پارتی بازی، تا کی پارتی بازی، همش اونجا اصلا بانک میری فقط پارتی بازیه. یه ساختمون پزشکان پیدا کردم، پاشو رفتم توش، دیدم که دندون پزشکی داره و من دندون خراب تا دلتون بخواد دارم، فقط همون یه دونه رو فعلا درست کردم و هر چی زنگ زدم در زدم هیچکی نبود که در رو بخواد باز کنه. ساعتم فکر کنم 11 12 بود، بدبخت نبود و خلاصه بدی نبودش و جاهای دیگه هم داشت لیزر و فلان هم داشت، ولی حال نداشتم برم بگردم چون دیگه خیلی خسته بودم. یه همه جا رو رفتم و الان دلم خیلی گل میخواد، برم گل بخرم و برم خونه. واقعا سلام قربونت برم. من سلام دیگه وارد گل فروشیه و من شمالی نیستم، صرفا این لهجه مازنی رو خیلی دوست دارم. برای میخواستم لیلیوم بگیرم، نداشتش و آفتاب گردون گرفتم، خیلی وقت نگرفته بودم. خیلی خیلی شیک و ساده واسم بزنه این یارو مارواشو. الان منتظرم که اسنپ بیاد ولی دیگه بریم خونه. برای که مثل همیشه اسنپ گرفتم چون راهشو نمیشد پیاده برم و دیگه اصلا انقدر راه رفته بودم دیگه پاهام جون راه رفتن نداشت. دلم میخواد واسهتون بخونم، بعدش خوندنم نمیاد. آهنگ پیشنهادی درخواستی بدید من واسهتون بخونم یه آهنگ. اینجا اسنپ داشت بهم میگفت شما زدید سر کوچه فلان ولی نقشه سر کوچه فلانه. بعد گفتم نه من درست دادم، نقشه ها ایراد داره اونجور چیزا. الان یه سوال، واقعا دوست دارید اینجوری حرف میزنم رو ویدیو یا صدای طبیعی اطراف باشه؟ الان بسن از تیپاکس اومد و اندم خونمونم خدا رو شد برمونم بگیرم. ببینید چه هودی نازی گرفتم. سفید واقعا رنگی که تازه الان کشف کردم که بهم میاد. چند تا رنگ اکریلیک گرفتم. این رنگای اصلی دیگه تقریبا داشت تموم میشد. اینو سایز کوچیک‌ترشون نداشتش. و اینکه چی می‌خواستم؟ آقو ندارم. بستمون همین که پایین بودم تیپاکس آورد و واقعا خوشحالم از این بابت که قرار نبود دوباره برم پایین. من کاترم گم شده نمیدونم کجاست. او مای گاد جوجو. ولی آفتاب گردونه آدم خیلی نازه تازه. سلام رنگ داریم ما البته اینو استفاده کردیم راستی اینش استفاده اینا بوده حالا پشت بونمون نیومده بوده. باجی فکر کن گوشیم پرچی ها از تبا موازهاشون کفشه دبایونه بیرد نخور. اینجا یه حالت پله داره. تقریبا نزدیک شب شدنه و من اومدم روی پشت بونمون. خیلی وقت بود اصلا اینجا نیومده بودم و ویوره چه زیباست نه؟ مات شیشه این زندگی بی چشات نمیشه نه. الان همون آماده شدم که بریم رنگ بخریم برای اتاقم. همه وسایلش بود فقط رنگ نبوده. رنگش هم که اصلا مشخص نیست من میخوام چه رنگی کنم اصلا. بدونم با فلش بگیرم داخلی بیام. سلام هاش خانم. ببین خب خیلی زایی است که میخوام سبز کنم ولی نه هر سبزی، سبز مورد علاقه خودم بهش میگم سبز ریگایی و برای اینکه بسازمش نباید خود رنگ سبز رو داشته باشم. ترکیب رنگش رو توی ولاگ بازسازی اتاق بهتون نشون میدم. من برگشتم خونه با این وضعیه. اصلا من رژیم نیستم، میدونی که چی میگم. حس میکنم با این کارهایی که من میکنم اصلا نمیتونم آدم تاثیرگذاری باشم. ولی خب آخه آدم مگه نیاز نداره به خوردن چیزای خوشمزه و تنقلات گاهن. بذار یکم چیزای خوشمزه بخورم حواسم بیفته بعد حالا شروع میکنم. دیر نیست، هیچ وقت واسه شروع کردن دیر نیست عزیز من. ساندویچ چاپاس‌های مرغ هالوپینو از مورد علاقه ترین هام. هلو بازم استرس و به دادم دارم میرم یک دندونم درست کنم. خیلی الان با دوران پول ببرم
ببین دندون من نمیدونم چی شده بود ولی ریشش بسته نشده بود یه همچین چیزی و من دهنم صاف شد سر اینکه این درست بشه ولی بعدش دیگه اصلا هیچی درد نداشتم و خیلی چیز خوبی بود. و بعد از اونم بیاید که راه بیفتیم بریم یکی از دوستای منو ببینیم. ببین خیلی شلوغ بود ولی راننده خری جا اشتباه رفتش و کلا خیلی داستان داشتم. یه دونه کوکوبری خوردم، به نظر چیز سالمی بود و چیز خوشمزه‌ای بود، قشنگ توش تیکه های خود توت فرنگی بود. یکم با هم دیگه حرف زدیم، زیاد فیلم نگرفتم از خودمون ولی صرفا هدفونره. بچه‌ها سورپرایز داریم. بچه‌ها الان اومدن واسه تور محتوا و داریم میترکونیم که نگم. از اونجایی که سیسیتون کلاس نقاشی ثبت نام کرده، رنگ روغن، بله بالاخره رسیدم به مراد دلم. اکثر وسایلاشو داشتم، یه سریاشو نداشتم، اومدم همونا هم خریدم. پلت میخواست و قلمون جور چیزا، بومم خدا رو شکر داشتم. بعد دیگه توی خیابونا چرخ کردم، یکم راه رفتم، یکم با خودم فکر کردم. بعد خیلی دنبال وسایل تزئینی اتاق بودم ولی هیچی پیدا نکردم. در نهایت هم یه سری وسیله پیدا کردم و خریدم واسه اتاقم که ولاگ چیدن و آنباکس و همه اینجور چیزا رو توی ولاگ بعدی که دارم اتاقم رنگ میکنم و میچینم و اینا میذارم. لایک و کامنت یادتون نره. دوستتون دارم و خدافظ.